اگر میخوای الگوهای منفی که در خانوادت تکرار میشده رو متوقف کنی، این دوتا تکنیک رو انجام بده. این دوتا تکنیک به شدت انرژی شما رو آزاد میکنه، چون باعث پاکسازی عادتها، رفتارها و باورهای منفی میشه که در خانواده به صورت ناخودآگاه چرخیده و به تو رسیده. این ویدیو رو ذخیره کن که بعداً برگردی سر فرصت این جدول رو درست بکشی و انجام بدی. یه جدول بکش با 3 ستون: باورهای خانوادگی منفی که داری میبینی در خانوادت، تأثیرش روی زندگی من و جایگزین مثبت. همونطور که میبینی من چند نمونه مثال از باورهای خانوادگی منفی و تأثیرش و جایگزین مثبتش آوردم. کافیه بشینی فکر کنی، خودت میبینی یکی یکی و اونها رو بنویسی، تأثیرش روی زندگیت رو لیست کنی و جایگزین مثبتش رو هم بنویسی. این تکنیک تو رو آگاهت میکنه و آگاهی اولین قدم برای پاکسازیه. و دومین روش که به نظرم بی نهایت مهمه، مدیتیشن مستمره. فقط باید خودت امتحانش کنی. اگه میخوای وارد حالت آلفا بشی، از این الگوها آگاه بشی و اونها رو خیلی عمیق پاکسازی کنی، کافیه کلمه آتش رو در کامنت بنویسی و این مدیتیشن هدیه رو فقط 1 شب انجامش بدی. عشق است.